سلام دوستان عزیز، اینک چلنج ما در گیرو هاوس تعام گیرو 3 نفر دختر 3 نفر پسر کو آزمایی میکنن در گیرو هاوس. شما تیاره؟ تیاره. کسی زودتر بخورد مقام اول 150 سومون، مقام دوم 100 سومون و مقام سوم 50 سومون و با دیگرانی که مقام نگرفتن گیرو شود و اینها موفقیتی خواهانم. شما تیاره؟ بله؟ شما هم تیاره؟ حقوقهای هر دو طرف یکم. شروع میکنیم از گروه پسرها. متین از مکتب 21، داوود از مکتب 81 و مصطفی از مکتب 20 شهر دوشنبه. از گروه دخترها یاسوما از مکتب 100، بنظیر از مکتب 100 و من جوانو از مکتب 8. میبینیم که کدام گروه پرقوت‌تر است. گیروها آماده شدند. اینا میبریم با صاحبانشون میرسونیم. دوستان عزیز، همه محصولات رو دارد. گوشت، ریزه و این لواش گویم خیلی کلچه‌های خیلی بامزه یک بار خورده بودم و فری. اینا همشون صاحبان خودشون رو یافتن. گروه دخترها و گروه پسرها. کسی از گروه دخترها یک تاشم تموم کرد گروه بریدگی حساب می شود. خب از پسرها هم همچنین یک قسم خورد گروه بریده میشن. همه خونها رو با گروه بدهیم چیکاری کنند و گروهی بریدگی خوردگی ها آش شود روی سر. 1 2 3 شروع کردیم. سر و سیما نشوه آیسته کنیم. بنظیر خیلی حرکت کرده ایستادم. مصطفی رو میبینیم از مکتب 20 به حد سر و سیمای بدم. من جوانو سکوت ایستادم ولی میدونم که سهر گفتن که زفتر نکردن. بنظیر برای همون حاضر خیلی با دهشت خورده ایستادن. متین خیلی باید تن سشت خوش شود. متین ملده. متین از مکتب 21 به حد زود خوردن و حالی از همه 50% گیرو مونده است. خیلی طعم بامزه. من یک بار این رو چشیده بودم، برای ما با کودکان توصیه دادم. دوستان متین آفرین. مقام اول ما رو متین گرفتن و گروه پسرها یکم غالب آمدن. با اینها موفقیت و سربلندی اینک حاضر با مکافات دهی میگذاریم. ولی دخترهای ما خیلی حرکت کردن. نگاه کنیم 50%. این کس 30% تعامشون مونده است و این کس هم 30%. اینو هم حرکت کردن ولی حقوقهای همه برابر در این بازی. اینو هم ناامید نمیکنیم. مکافات ناچیز هم باشد میگیم. با گروه پسرها ما گفته بودیم کسی مقام غالب میبراید و گروه ما 300 سومون مبلغ میتیم. مقام اول 150 دوم 100 و سوم 50 گفتیم ولی گروه بازی انتخاب کردیم. با گروه 300 سومون میتیم. اینا خودشون سرسمی تقسیم کردن گیرن ولی گروه بود. اینا شما هم پدرشکا کردن. وقتی که این نیاز یکم بشیم شما هم قطار همین میگیریم. برای همون 100 سومونی تقسیم کنیم. دوستان عزیز، با گروه دخترها اینا هم گفتیم ناامید نمیکنیم. 50 سومی دیگه خیلی با اینا هم میتیم. با اینا موفقیت سرم دختران آینده مادر میشوند و شما 50 سومی اینا 50 سومی شما تقسیم کنید و با من جوانو 50 سومی دیگه شما روزین از این قانون و قاعده این چه گیرو چقدر بود مزه؟ چقدر بود؟ برای هم دوستان عزیز توصیه میدیم با گیرو هاوس آید حتما تعامی که با نام گیرو دارند به حد بامزه و بالذت است. و همه شما موفقیت و سربلندی. خدا نگهبان شما باشد. تاجیکستان